زیر کارپت خونه مخفی است. خب میایین زیر کارپت یه دونه آسانسور توری هست که میرین داخل و زیر اینجا اسلایم. خب اولین جایی که واردش میشیم این اتاقه که خیلی عجیب غریبه که یا خوست اینجا کتاب خونه است فکر کنم. تو چست چی داریم؟ تو چست هم انواع اقسام وسایل ندرایتی وجود داره که اون کاری نداره، اصلا قیدشو بزن. اینجا لباس های رنگا با رنگ باشه. خب اینو بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینو بزنیم ها پشت این چیه؟ این چی؟ چه خوب بده. اینم لارج چسته که هیچی توش نیست، تاثیرگذار. خب کاری به اینم نداریم، ما میزنیم بیرون. اینم رفتیم دیدیم بریم پایین. خب دوباره چند تا اتاقه که اینجا داریم که اولیش اینه دکمه بزنیم چی میشه. خب همونطور که میبینید نمیدونم چیه بذارید. اوه اوکی رسیدیم به این اتاقه که خیلی. خب اینجا میرسیم به ندر یه دستی بزار. اینجا که چیزی نداره گیر افتادیم واقعا تحصیل بزار. نه چجوری فرار باید بکنم دقیقا گل دار ببین. خب ما کار یه چیز اینجا راسته از نمیشه رفت خلده اچه گیر افتاد. حتی خیلی هم گیر نمیدن راحت بریم بالا. خب اینجا رو فکرم دادش که اینو ساخته یه تخته کم آورده. اینجا یه کارپت دیگه. خب وارد اینجا میشیم. بکنم این فارم بامبوه دستگاه فارمه. چه فارمه نه شروع کار میکنه. این چند تا در این بالا هست که توجه رو جذب کردن اما چیز خاصی نداره. این که اصلا چند تا بامبو هست که خیلی چیز خاصی نیست. اینجا آرموراست. پس شما اینش جوری این داده شما اینجوری کرده درک کنش کن. هیچی تو این راه چستانی خدارش مرز داری اینا رو گذاشتی. ها اینا آرموراست. این چیه؟ یعنی چی؟ یعنی شما هر بار نمیزنی یه آرمور میاره براتون. گلدی هم هستشه. اینا هم شالکره. اوکی توش وسایله. اوکی وسایل آرمور و اینجور چیز. خب بریم طبقه بالا. اینجا هم چک کردیم. اینجا هم که رفت. اینجا رفتم اینجا یه دکمه رو من کوکی داد.